وقتی که چهارشنبه با فیلم تاجیکستان هر گپ گفت و او کارای کرد، خوب با او به عقلی کرد. میدونم که ما باید سختگیری سختی بعدش نمیکنیم. او همچنین یک انسان یک خطایی کرد، یک کاری کرد، یک چیزی گفت، میتونست که منطقا نمی گپ بگه و این کار این خیلی نشوه. اما چیزی مهم در اینجا چیز برادر عزیز و بدخشانی ها هم وقت فعال بودن و ما را جمع کردن در یونیورسیته و یک گپ گفت، یک گپ عجیب گفت که بچه‌ها شما تیز نشید. میگن همه همسایه همه زن که حامله‌دار شد 9 ماه روزش و وقتش پر شد، همه همسایه ها خواهند نخواهند و تولد میکنند. من در چی مقصدش در چی بود که بچه‌ها انمی حاضرم یعنی هستین که اگر یک زنک حامله باشه همسایه ها یا دشمناش بخوان نخوان او فرزند باید تولد شوه. یعنی شما تشخیص دادید انقلاب هم که همه انقلاب بازی اکم سختش بگیرم بغض شدگی های همین فقط شده است. تمام شده است. این همین خیر اگر هزار همه حکومت همه هزار تلاش بکنن، هزار امروز در بدخشان همه قوای حربی است که دیتا میلیتاریزو و زونا. شما یک برادری که مثلا در مذهب اسماعیلی هستی، وقتی که یک نفر در دیگه کشور میبینین از هم مذهب خود است اما از کشور شما نیست، با کدام همینا شما خود بیشتر نزدیک احساس میکنین؟ با اون نفری که از دیگر مذهب است از تاجیکستان است یا که از اون نفری که از مذهب شما است از تاجیکستان نیست؟ باور کنید با ما هر دوش یک است، با ما هر دوش عزیز است. برای که میگن که своя рубашка ближе к телу، برای این هم ملت هم است و برای من هم مذهب هم است. ما در مسئله تا فکرم نکرده استیم. ولی این سوالی که شما دادید من راست میگم، من خودم من در فکر من همین نبوده است که من یک کس بینم. امروز قطعی من مثلا در همین جا که این برنامه من همین خیلی دوستی عزیز که یک سوالای میپرسم که هیچ وقت خوب سوال دادی. نه که بسیار خوب دادی. برای ما هر دوش عزیز هستند. برای ما مذهب هم عزیز است، دین هم عزیز است، ملت هم عزیز است، وطن هم عزیز است. خب برادر پامیر بفرمایید. سلام علیکم منوچهر. و علیکم السلام دوستی عزیز. من یکم بار انا در برنامه خودتون دیدم دیگه بسیار دیر در اومدم. خوش آمدین که در اومدین. مهم یکی دیر باش و شیر باش میگن. اول که نامت خوش می آید، بعد سخنرانیت هم بسیار خوش می آید. معلوم که کوهستانی. خب بعد اونی که مسئله در مسئله قلم رفت، بعد یک شهید ما حبیب یوسفی به عادت باشد در مسئله قلم گفته است وقتی آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق، تا به دشمن حمله آری ریشش کنی ز بیخ. ای شاعری در دوره سالهای 41-45 حبیب یوسفی، شاعری تاجیک. خب برمیگردیم به اونی که من بسیار گوش کردم با شما در مسائل چی در مسائل خیلی مبارزه و انقلاب و ما یک چیز از شما بسیار خرسند هستیم که امروز در کنار ما بدید همه شبکه‌های اجتماعی. خب ما 2012 تنهایی رئیس میکردیم. اون روزها رو شما تنها نبودین، تمام نفرانی که میفهمن واقعا اون اهمیت ما بیم بسیار گپی خوب شما در اینجا ذکر کردین که من کمی شرح بدم، باز شما ان شاء الله که صحبتاتون دوام میتین. یعنی من حاضر هستم که با شما خوب صحبت بکنم. نگاه بکنین دوستی عزیز که سیستم را نگاه بکنین اینا چه خیلی ساز کردن برای حکومت دارا، برای حتی شوروی معلوم بود که مردم بدخشان غیرت چو کلونه. ایوا ما را به همدیگر همقدر جنگ کردن که همقدر جنگ دوختن که میگفتن که اگر با پامیری خشتباری کنی نصف حرام میشه. همین گپا فشنگی با فکر بسیار بله. برای مردمی که مثلا مردم پامیر دیدگی نبودن، من خودم زاده طویلره هستم. در ناحیه طویلره شاید که شما کلانسال باشین برای ما گذشتین. میدونم دیده هستم، بسیار بود هستم. او راه ما را دیدگین شما با اونجا گذشتگی، اونجا حوض کبوتای در اونجا راهی که مردم پامیر تو پیشه که با کلاب راه نبود با اونجا میگذشتن. بسیار میشتیم. عزیز
ما با همدیگر محبت دوستی داشتیم. وقتی که سیل میبرد کوپروکو را جزیر میشدن، مردم میوردن در مسجدها، در خونه هاشو. من شهادت میتم در پیش خدا، در پیش رسول، در پیش خدا شهادت میتم که سال یاد ندارم کدام سال بود، فکر میکنیم که 2006 بود، 2005 همه قدر سیل اومدگی بود که ما رفتیم ای همون درای خویدره میگن، اگر حوض کبود میگن میگذشت یک جو مردم آبوزی میکنن، ای همون جا رفتیم ما مردم، زنها و کودک ها رو آوردیم به خونه مورا و چند روز تا کوپرک سوزیدن در خونه ما ایستادن. این به معنای منت کردن نیست، این به معنای اوه که برای مردم نشون میدیم که همه ما برادریم، همه ما یکیم، بیرق ما یکه، زمین ما یکه. فرمایید دوست عزیز که من کم دهنم گرم شد. نه هیچ گپ نیست. خب من مقصد گپ ما چی بود که وقت کمتر بود، اینفورماسیون کمتر بود، نه که خیلی ما همه وقت هم توانستیم که با تمام جهان همه بدخشانی و خبر بشن. وقتا کمتر هم بودن در لندن و در دیگر جا تظاهرات کردن و امروز ما با قوت گرفته هستیم، با بال و پر ما خیلی هم با قوتتر شده است که ما دیده ایستادیم که هیچ قدر مردم با ما در قضیه ما همراه هستند، فکراشون هم میگن، فکرهای مثبت گفته ایستادن. خیلی بعضی هم هستن که بسیار کم است که پرسنتی کمش که او قدر چی نمیکنن، یکی بیشتر مردم، تمام 99% مردم تاجیکستان با ما هستن. ما از این قوت گرفتیم، بال و پر گرفتیم، ما با این منتدار هستیم و من میخواستم یک رول شبکه‌های اجتماعی شما را در همین مبارزه که حاضر انقلاب پیش رفته است، انقلاب شده ایستاده است با گفتی همیشه در مجموع. خب ذهن مردم بسیار تاریخ برادر از در مجموع، یعنی قدم های اول به سوی دیگرگونی گذاشته شده ایستاده است، گذاشته شده است. اما من چرا در نظر دارم که اول انقلاب در ذهن آدم بسیار مشکل است. ذهن یک کس، فکر یک کس یک طرف گرداندن. مثلا این برادر که آزی گفت در سری، در معنی در ذهنی یک انقلاب با وجود آمده است. اگر در سر ما انقلابا بر وقت رو ما را بیدار کرده بودن، اینایی ببین که شبکه اجتماعی چه رول کلان بازی میکنه در دیگرگونی شخص، در دیگرگونی دولت، در دیگرگونی عائله، در بسیار چی با کدام طرف. امروز ذهن مردم، در ذهن مردم بسیار انقلاب کلان جاری شده است. مردم روز از روز فهمیده ایستادن، روز به روز آدمایی که بی‌طرف بودن، آدمایی که طرف این فکرها را هیچ هم نمیکردن، اینه برادر که وارد نخ کرد امروز فکر کرده احساس که من چیکار میکنم، من در همین روسیه 1 سال خواهی آمدم، 2 سال آمدم، 10 سال آمدم، 15 سال، 20 سال، و این مقصد آمدن ما چیست؟ ایرا باید هر یک کس فکر ندی. مایلش ضرورت بود 1 سال آمدی، ضرورت آمد 10 سال آمدی، خیلی 30 سال ضرورت داخی. همینجا یک گپی تکراری خیلی خوب درباره مهاجر گپ زدیم. من از شما شخصا میخوام یک سوال بکنم. یعنی سالهای باشه که شاید شما بسیاری گفتنی ها داشته باشین، اما وقتی که در برنامه داخل میشین فراموش کنین. من اینکه سوالها هستن در اینجا. سوال اول، با فکر شما همچون یک نفر بیدار در جامعه، همین گپی که در خاروق گذشت، آیا در مابین مردم ما، اقلیت های ما، آن محله ها و دیگر مناطق تاجیکستان و مردمی بدخشان چی خوبی ها گذشت و چطور شما میتونید ایرا یعنی چخیل میتونید که بها بدین همین چیزا؟ از نقطه نظر من اون چیزی که در خاروق گذشت، همه چطوری که میگن کاژدая революция требует жертв، анами یه پرابلمی که در خاروق شد، نه یک بار و 2 بار شد، نه چند بار قربانی ها شدن. خب مردم خواستن برای نه بر ضد حکومت، نه بر ضد وای پرزیدنت، لیکن بر ضد حقوق، بر ضد سیاست این دولت خواستن، بر ضد سیاست ناعادلانه دولت. و من چه فکر میکنم که این قضیه خاروق تمام مردم تاجیکستان رو ببینید که با هم متحد کرد و ما بدخشانی هم در پهلوی خودمان یک قوه ایست میکنیم و تمام مردم تاجیکستان یک دگرگونی، یک انقلاب در ذهنشون، در فکرشون
برای آبادی و دیگرگون کردن دولتشان فکر میکنن و این بسیار خوب است. این بسیار خوب است. این پروگرس در ذهن یک آدم که پیدا شده، پروگرس در جامعه پیدا میشد. ما باید که ما میتوانیم، ما مردمی هستیم که ما فرهنگ کشتار نداریم. ما مردمی هستیم که با فکرمون، با قلم شما، با قلم خودمون ما جامعه مون دیگرگون کردن توانیم. ما باوری دارم که هیچ وقت عراق به دست نمیگیرن دیگر تاجیکا به مقابل یکدیگر، به مقابل همین رحمانوف هم نمیگیرد یک اون کسی عراق. این وضعیت خودش پخته رسیده است. از وضعیت ریولوشنی که لنین گفته بود، اگر به همون نقطه نظر نگاه کنیم، به قسمایی که وضعیت ریولوشنی در کدام دولت به وجود می آید، از همه اگر بینیم این پخته رسیده است. در همین جامعه ما در تاجیکستان پخته رسیده است و این آهسته آهسته به عراق در پیش گپتون یعنی شما به همون فکر هستین که این انقلابی که سرخ ها یعنی شوروی ها کردن، بلشویک ها کردن، از نگاه شما ما در چنین حالتی هستیم که روسیه سال 1917 بود به فکرم بود. همین خیلی فکر دارین شما؟ نه، من چی را در نظر داشتم؟ یعنی مردم پختن در روسیه شایگری، مثلا مردم خسته شده بودن از اینکه باج میسپرن، از اینکه مثل غلام کار میکنن، از اینکه حقوق ندارن، از اینکه خسته شده بودن و این هم لنین اومد یک سبب شد که بتوانن یک انقلابی داشته باشن. حضور شما، سوال من این هست که شما فکر میکنید حاضر ما در چنین شرایط هستیم؟ البته هستیم. من اول یک چیز را با شما میگم. یک کتاب لنین است که وضعیت ریولوشنی را با ریولوشن سیاست را در دولت با چند قسم تقسیم میکند و یکم میگوید در دولتی که زنجیر امپریالیسم سست است. دوم چیزای سوبیکتیوی و ابجکتیوی مثال همون دولت با هم بیان. سومش که با ما بسیار برابر است، قشر پایانی به طور کونه زندگی کردن نمیتواند و قشر بالایی و قشر بالایی یعنی حکومتداران به طور کونه روبری کردن نمیتواند. همینا باز یک چند پونکت دیگه است. اگر یک بار ممکن در اینترنت باشد و یک براشور لنین است که کی وضعیت ریولوشنی با وجود میاد. همین وضعیت ها از نقطه نظر همون مرده که یکمین ریولوشنری دنیا اگر بگیریم، اینا در دولت ما پخته رسیده ایستادن و من یک چیز دیگر را با شما یک بسیار عجایب چرا با شما نقل میکنم. یک وقت در وقت سالهای 90 فورالسکی ثابت یاد اگر داشته باشید، رئیس پرزیدوم سوویت عالی تاجیکستان بود پلایف، استاد نظرشویف بود پروریکتور انیورسیته و بدخشانی ها هم وقت فعال بودن و ما را جمع کردن در انیورسیته و یک گپ گفت. یک گپ عجایب گفت که بچه شما تیز نشید. میگن همه همسایه همه زن که حامله دار شد 9 ماه روزش و وقتش پر شد، همه همسایه ها خواهند نخواهند و تولد میکنند. من در چی مقصدش در چی بود که بچه انمی حاضرم یعنی هستین که اگر یک زنک حامله باشه همسایه ها یا دشمناش بخوان نخوان او فرزند باید تولد شوه. یعنی شما تشخیص دادن انقلاب هم که همین انقلاب بازی اکم سخت بگیرم بغض شده گیای همین فقط شده است. تمام شده است. این همین خیر اگر هزار همین حکومت همین هزار تلاش بکنن، هزار امروز در بدخشان همین قوای حربی است که دیتا میلیتاریزو و زونا گشتن نمیشد. همین کاسکادور همین حربی است که هر یک 5-6 کیلومتر این پست‌ها دیگه در دل در جان زد هستند. پس حیات در چی است؟ یک گپی استروفسکی را با شما مثال میارم به زبان روسی. استروفسکی را میدون، نیکولای استروفسکی یک کتاب دارد как закаляла сталь. در اونجا همه استروفسکی گفته بود самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз. И чтобы прожить его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. بی مقصد زندگی کردن. این مرد هم ریولوشنیر بود.
مردم بدخشان که به سواد، به علم، به معارف زیاد همکاری دارند بیدار هستند. فرمایید یک بار گپ تکرار کنین که در آینده این نوار باز هم در اینترنت باز پخش بشه و مردم این چیزا بفهمند. این ما به همه تاجیکستان معلوم است که دوره حکومت دوره SSR هم 95% مردم بدخشان وысшим образованием بودن، همش تحصیل کرده بودن. امروز هم که بیداری، همین بیداری که در بدخشان نیست می شود، من حاضر گفتم پیش شما که ما در بدخشان با علم و با معرفت و با کتاب توجه داشتیم و حاضر هم داریم. اگر امروز هم که دقت داده باشید، در تمام ما یک مردم بسیار کوچک هستیم، لیکن در تمام جهان، در تمام ولایت های بزرگ جهان، از آکسفورد سر کرده تا با کانادا و تا با امریکا، مردم ما تحصیل کرده ایستان، خوانده ایستادن. امروز هم از ما در همه حاضران در وطن ما مردم خودمون گشنه میمونیم، لیکن فرزندامون میخوانونیم و باید خواند. مثلا یک چی است در دیگر مناطق تاجیکستان چخیل است. مثال میگیرم، من اگر بگیریم چخیل و یا چخیل منتالیتی دارن، مثلا فرزند کلان میکنه و باوای حتما خانه میسازن، باوای حتما و یا باید که اویله دار کنن، همین خیل است. همین خیل است منوشیر. بله این یک از فرایض اولی اویله داری در جاهای ما. از ما در عصر 21 خیل است، در بدخشان خیل است. ما باید که همین بچه‌مونه همه پولی که جمع میکنیم، نه تویش کنیم و نه زنش بدیم، نه خانش بسازیم، همه پول خطی اول بخونانیم. همه که خواند، همه که سواد گرفت، وای با خودش عائله خوب میابد، وای با خودش خانه خوب میسازد، وای با خودش وای پولدار میشد، وای در جامعه و در جمعیت وای راهش میابد وقتی که سواد گرفته. اگر این خیل پول مال خرج کنی که وای یک خانه بزرگش بسازی و زنش بده و بشونش ده، یک مطلی تو در ما مردم از بود که بتون سیرم بکن چوکم بشون، این خیل نمیشد. این خیل خوش میکنم تا فصیحتر بگیم، بود که بتون سیرم بکن چوکم بشون. چوک هم خیل همی سیرم بکن و یا جا بزنم میشینم. نه اگر ما فرزند یعنی طویلم به معنی طویلم یا ایگه چوک؟ این اولی چخت چختم بشون، چختم خیلی همین میگم بوت، نه بوت که بوتون گو همین بوت هستی سیرش میکنی و یک جا میزنیش و بابا گشنشت با سیرش میکنی، خیلی همین آدمی لودره میگن ده. اگر که ما بکار خوجه، اگر که ما کوشش بکنیم که فرزندامون علم باموزیم، ولی من با تو یک چی را میگم، یک اپیزود را میگم ایامی زندگی خودم. انا در همه واقعا من در یک جای کار میکنم که از همه منطقه های تاجیکستان قطعی من کار میکنم، سینشون تا پریویلیجیتون تا 40 ساله. در همه قضیه ها هیچی هم نمیگن. من یک تا بدخشانی کدشون همه قدرم نمیگن که به برادر چی گپ است تو جو، یا یکون گپ است. یک دو بار دیدم گپ داختم، یک دیگه نمیگن، هیچ به خدا یک رگ سرشون نمیجنبد. با همین بسیاری هستن که از شمال تا به جنوب دست تمام منطقه ها هستن. من برای بعد قطعشون که سوال جواب کردم، بیچاره من با عیب نمیگیرم، تماما مکتب خوندگی نیستن، تماما تصورات ندارند. و از جغرافیا سوال باید دادم، از تاریخ سوال دادم. الیمنتر نه جغرافیا ولایت ها را فرق نمیکنه در تاجیکستان کی دین و مذهب و اینا را مونک و یک طرف مون. برادر از این که بیشتر یعنی بتونیم که سوال بکنیم که برای مردم هم آموزشی باشه و هم برای مردم یک اینفورماسیا باشه. میخواستم که شما همچون یک نفری که 30 سالتون خوب شاید که از 40 بالاتر باشه، با فکر شما عدد مردمی بدخشان از ونج او طرف به کلی در تمام دنیا به چند قدر مردم میرسه؟ یعنی با مردمی که در خمسنگیر هستن، شماره شو مردمی که در خمسنگیر هستن، مردمی که در دوشنبه اومدن زندگی میکنن، همه مردمی شما مثلا هم مردمی که با زبانهای گوناگون گپ میزنن در بدخشان، در پامیر، همین مردم چقدر هستند در تمام دنیا؟ ما فقط در بدخشان خودش تقریبا از درواز اگر گیریم
عموما ولایت автономی مختار بدخشان تقریبا از 250 من خواستم که از ونج او طرفتر باشه، یعنی از ونج درواز یک 25-30 هزار نسلینی دارد، همین قدر دیگه ونج دارد 25-30 هزار، همین قدر از همه بسیار نایه شغنان است، تخمین 200 هزار است فقط در همو جا. این قدر دیگر در ختلان هستند. در چقدر همین مردم در ختلان، همین مردم کامل در ختلان چقدر هستند؟ چقدر عددش چقدر؟ در ختلان تخمین بکنیم 150 هزار دیگه ممکن باشه. 150 هزار دیگه در ختلان. همین قدر تخمین میرد به فکرم، برای که در وقتی که به ختلان کوچوندن اپریدیلون چیزا را کوچوندن، از نایه برتن کوچوندن به قمسنگیر، از اشکاشم واقعا کوچوندن به کوی بشف. خب باز در کدام منطقه های دیگه هم هستن همین خیلی بدخشانی ها، در یک چند منطقه هستن همین خیلی کمپاکت پراژوانی دارن. از ونج خب انا خیلی تخمین تخمین یک اگر دوشنبه دیگر در نظر بگیریم دیتا یک 250 هزار دیگه بیرون بدخشان است. در خارجه یعنی همه مردمی که در خارجه اومدن زندگی میکنن تقریبا خیلی حسابش کنیم 500 هزار. همین قدر تخمین است، اگر اینم بسیار زیاد ممکن باشه. این 500 هزار هم ممکن زیاد باشه. نه بغیر از او برادرایی که در او پرای آبن، فکر میکنم در او پرای آب خیلی بود زیادن. نه او اگر وای حساب بکنیم عموما بدخشانی را بگو او طرفش بسیاره، او طرف بسیار وای بدخشان افغانستان در نظر کلانترین همو چی افغانستان یا بدخشان؟ نه وای بسیار کلان است. وای اگر با او طرف بدخشان در نظر بگیرید وای نسلینش با فکر از ما هم زیادتر است، برای که ما از طرف خودمون قشلوقای میده را میبینیم، ما از طرف های قشلوقای بسیار بزرگ میبینیم. مثلا در نپرات فی خورخ وای بر پنجه میگن و یک شهر کلان است، از یک گوشه به یک گوشه دیگه خانه و چی است، یا که در منطقه اشکاشم است از او بر اشکاشم سلطان اشکاشم میگن و یک تریتور بزرگ قطعی خلقش است. در اونجا نسلین بسیار است. بعد در تریتور بدخشان از طرف اشکاشم با درونتر است، قریب تا 30-40 کیلومتر دیگه درون هم بدخشان همه مردم زندگی میکنن با همین زبانهای مختلف. همون دهه‌ای که شیرینشاه شاتمر تولد شده از مرکز پامیر چقدر راه داره؟ 15 کیلومتر در قشلاق پرشنف، از خاروق 15 کیلومتر پایانتر. بعد یک سوال دیگه، چه چیزی آموزنده شما مردم دارین که دیگر مردم منطقه باید از شما بیاموزن؟ خیلی آموزنده چی بگم چی بگم؟ ما آموزنده همین خیلی که مردم با علم و با معرفت و با کتاب و با دانش و با سیاست و با خوندن عموما ایتا چی بگم وложено в нас خیلی کس من نمیدونم همین ولاژیت کردگی در ما که ما باید خونیم. وقتی بحثا میشن ما قطعا میشینیم خیلی کوشش میکنیم که بحثای ما کم ترک یک فکر معین و یک فکر پیشقدمانه باشد و همین خیلی در پیشرفت و در ترقی و در تنوع فکرها میکنیم که ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. آموزنده برای مردم دیگه من چی میخوام گفتن؟ آموزنده میخواد که از مکتب معلمایی که از ما معلما در بدخشان میزنن طلبه را گفته کدام چی میکنن حتما وای گوشاش توب میده ندونیش با میاد پدر دیگه شم میگه پدر و مادر در خونه دیگه گوشتابش میکنند. درس برای مردم یکم است. یعنی همین چیزا باید مردم از شما چیزی که شما گفتین در خون شما گذاشته است و چیزا ولاژیت گفتین چی گفتین در خون شما همه چیز هست گفتین، اما من فکر میکنم که یعنی کسی بد است که همه چیز در خون شما گذاشته است. یعنی دیگر مردم میتونه از این خوب چیز اولی آموزنده که شما گفتین از مردم شما میتونن دیگر مردم منطقه تاجیکستان بیاموزن. اول رجوع آوردن با علم و کتاب. خیلی کتاب و علم خودش هر شیعه. خوب ببینید یک چیز را با شما میگم منوچهر. امروز در دوشنبه همین شب و روزا در دوشنبه پدر و مادرها کوشش میکنن که طلبای صنف یک شونه در گجای برن که معلمای پامیری است یا معلم پامیری است. همین را در دوشنبه یک برانه. اینا خودت چی بکن برای که
همین معلمای پومری در دوشنبه هم درس خوب میتین، هم طلب خوب دارن، هم دانش خوب دارن. خیلی تعریف نشود و انا یک разведка برای تو در دوشنبه پرس کنید تا نبینید. من همون چیزای ما گفتن که همه خیلی از کوشش میکنن در جایی که معلمای پومری هستن و کوشش میکنن همون طلباشون رو به پیشوایا برن. و فکرم هم یک تشکر زیاد. اینم واقعیت داره، من ندیدم اما اکثریت گفتن. یک سوال دیگه که کم سوالی نمیخوانی سوالی فتنه اندازی رم نیست. همینه که یک برادر در یک صحبتش گفت که شما مثلا بله دیندار هستین، مسلمان هستین، اما یعنی با اون طوری که دیگر مردم منطقه تاجیکستان با دین نگاه میکنن شما اون طور نگاه نمیکنین با دین. چی چیزه در همین سوال شما فهمیدین؟ من با دین نگاه میکنم از نقطه نظر مسلمان عصر 21. ما مردم از نقطه نظر شرح برای مردم که از نقطه شرم از نقطه نظر مردم که برای مردم فهمار شود. ما چون گفتیم سوگند به قلم، دوستان از ششمین برنامه سوگند به قلم از خوش آمدین. بحث ما گرم رفته ایستاده است و ما چون گفتیم از چارچوبه علم و فهماندن دور نمیریم و کوشش های خود کرده هستیم. نفرانی که در اینجا هستن اشتراک دارین، درود بر شرف شما و این لایف زنده ما و شما را باز پخش بکنین که نماینده معارف، نماینده نفرایی که مردم با کتابخوانی دعوت میکنه بتونه بیشتر خدمت خود داشته باشه. لایک های خود بگذارین، بیشتر کامنتاری بنویسین، بی‌طرف نباشین که بی‌طرفی ما را به همین روز آورده است و کوشش بکنیم که حرف علم در زمین نمونه. نشون بدیم که گفته امو کاندیدات پرزیدنت مراق انگیز باشه. خوب، سوال چهارم کردم، میخوام که شما همچون یک نفری که سن سالتان مثلا بالاتر است و فهمی شاید که آن عاداتی که شما دارین میدونین، میخواستم که درباره دین کمک تذکر بدین که شما مردمی مثلا برادرانی که در دیگه مذهب هستین، اما یک چیزی خوب اون باید برای مردم بگم که من همیشه در خارجه وقتی که درباره شیعه و سنی گپ میرفت همیشه فخر میکردم که واقعا ای در گفته امو خدا رحمتی اویم که کج بشینه سخن راست بگو. انا در خارجه وقتی که من درباره تاجیکستان گپ میزنم میگفتن شما در اوج جنگ مذهبی دارین، میگفتم که نه، میگفتم تاجیکستان یگانه کشوری هست که در اوج جنگ مذهبی نیست. اما من به این سوالی میام، اما میخوام اول نگاه شما را چون شما گفتین شما به اسلام به عصر 21 نگاه میکنین، همین را میخواستم برای مردم کمک بفهمونین که برای مردم خوب باشه، برای فهمیش مردم خوب باشه. اینا ببینید که منوشیر جون، ما پیرو مذهب شیعه اسماعیلی هستیم که ما تصادفی امروز یا دینه به این مذهب نگرویده هستیم. تاریخ گرویدن مذهب ما با این مذهب 1000 سال، از 900 سال از دوره پیر ناصر خسرو که یکی از شخصیت ها و شاعر بزرگ فارس و تاجیک است که خودش پیرو اسماعیلی بود. خبر دارید که گرویدن ما با مذهب یک روز و 2 روز تصادفی نیست. ما 1000 سال تاریخ داریم و هم مذهب های ما در تمام دنیا هستند و ما مناسبت خوب با یکدیگر داریم. این یک از. دویم است که مذهب اسماعیلی هیچ وقت کم ترکک ما مردم اسماعیلیان دوره شوروی که ما زندگی کردیم و کمتر تیز هستیم و ما در دوام همه سالا از سیاست دور بدیم و از امام و هم مذهبای خودمان دور بدیم، کمتر تیز هستیم و جنگ میکنیم. در تمام دنیا اسماعیلیان همش با علم و با معرفت، آقان امام پیشوای ما که است ما رو با علم و معرفت دعوت میکنه، نه با جنگ و نه با سلاح، نه با دخالت کردن با سیاست دولتی یگان دولت، نه دعوت میکنه حقوق شهروندی خودتون طلب کنید. بخشش که در پیش گپتون میگن ای گپ میورویا، یک چیز همیشه از نگاه سیاسی نفهمیدم. از برای شما شرمیتم. شما گفتین که پیشوای شما را دعوت میکنه که جنگ نکنین، خوبی کنین، یعنی در سیاست کشور رو داخل نشین، اما
امی سوال بسیار سوال پرووکاسیونی است، اما خوب متوجه شوند. گوش کنم برادران. شما با یک هم مذهبی خود که از دیگه کشور است خودتان بیشتر یعنی نزدیکتر احساس میکنین با یک نفری که از کشور خود شما، از ملت خود شما است، مذهبی او دیگر است؟ یک سوالی پرووکاسیونی است، اما میخوام که برای همه فهمو باشه. نه، ما همه خیلی است که ما از نقطه نظر آقاخوند با ما نگاه میکنیم. آقاخوند با تمام مردم دنیا با یک چشم نگاه میکند، با زنگی و با خریستیان و با مسلمان و با سنی و با شیعه. وقتی که یاردمای آقاخوند با بدخشان و با تاجیکستان میرسن، هیچ وقت نمیگن که تو از این مذهب هستی و از اون مذهب است، بینش بده با اونش نده. امروز همه راههای بدخشان افغانستان تا حتی امروز طالبا کوشش کردن، طلب کردن که چیها را بسازد، راهها و سرک‌ها و برادر عزیز، من درباره شخصیت او شخص میدونم، درباره خوبی او شخص میدونم، اما میخواستم که فقط نظر شما رو بفهمم. یعنی سوال پرووکاسیونی است، اما خواهش میکنم همین سوال همین خیلی هست که برای همه فهموشانه ما همه گپ مو برای مردم فهمو باشه. مقصد ما از این است که تریبون دادیم برای برادرای خودمون که ما با هم دیگر شناس شیم. بیایم دیگه این ناشناسایی رو از بین ببریم. من از شما سوال کردم که همچون یک نفری فهمیده، شما یک برادری که مثلا در مذهبی اسماعیلی هستی، وقتی که یک نفر در دیگه کشور میبینین از هم مذهبی خود است اما از کشور شما نیست، با کدام همینا شما خود بیشتر نزدیک احساس میکنین؟ با اون نفری که از دیگر مذهب است و از تاجیکستان است، یا که از اون نفری که از مذهب شما است از تاجیکستان نیست؟ باور کنید با ما هر دوش یک است، با ما هر دوش عزیز است. برای که میگن که своя рубашка ближе к телу، برای این هم ملت هم است و برای من هم مذهب هم است. ما در مسئله تا فکرم نکرده استیم. آره این خیلی سوالی که شما دادید، من راست میگم، من خودم من در فکر من همین نبوده است که من یک کس بینم. امروز قطعی من مثلا در همینجا که این برنامه من همین خیلی دوستی عزیز که یک سوالای میپرسم که هیچ وقت خوب سوال دادی. نه که بسیار خوب دادی. برای ما هر دوش عزیز هستند. برای ما مذهب هم عزیز است، دین هم عزیز است، ملت هم عزیز است، وطن هم عزیز است.